بله تماشاوان ایجا پرانیا ولاتین دبری به روی ریخراوی نیف دولتی چافدری کردن ریخراوی نیف دولتی گرتینه داخستینه بگمان آزادی و پروسس دموکراسی به نمای دموکراسی و که پیویز نووان ولاتان دانینه هر ولات یک بسری خوا چا حزدی که واسا نیارین خوا تپسر دکه لقناره بدار ودکه دیاری ما کردستان دی نووان هم ولاتان د نوا روشالاتی که ناوین دا کو بگمان حتی نهاجی کلتوری به افراجین و که پیویز دانینه ولات هریمه که کو بردام ریخراوی نیف دولتی با آزادانه تین روش هریمه دو شوپینن سرن جوان هیا دهمان دم دا عالی پیوندیدار هریما کردستانی جی برسوان هیا دکتور دیندار زباری او ریخر راسپار دی نیف دولتی الحکومت هریما کردستانی هون همون نازکن جبر کو بردام کنفرانسی نی روزنامه ونیانه وی بابتی اوش نیزیک ود شوپینه دکتور سپاس بو درفتی سپاس دی بحث 4 سالن کارو چالاکن کابینانه هبکن کو جناب تجربه پسکه بلند وی کابینه دی چارچوبه وان 4 سالاندا گلو حتی چند هون جه راضی بونا ریخراوین نیف دولتی بون که چابدریا مافی مروبان و چابدریا راوشدی کن که هریما کردستانی البروان وکریه. بله. سپاس بو بدر فتح، سپاس بو کانال 24 بو هنگویت عزیز. دیار حکومت هریما کردستان الکابینه نهیدا تایبتمندیه که یک جار زور بو دوسیا مافی مروفیان دوسیا آزادیا بگشتی الهرم دا و اوه بکردار یهاتیا کرن. ما وکو حکومت و کابینه دا با یکم جار المجوع عراق دا و حریم دا پلانه که حریمی یا گشگیر ما اعلان کرد اف پلانه زیادتر 389 راسپارده دولی خود گرید امشان خلال وادو سالا دا سال 2021 و 22 حتی 176 راسپارده بکم نبار جبجه کرنه و اوه یکم معیار نیف دولتی بهنده معیار حکم الرشید اوش حکمرانی باش تو بحال سنگینی الوی کابینه دا جناب سرک وزیران رئیسدار مسرور بارزانی پالپشت سرکی بی بوه هنده کو آزادی گشتیل کردستان دا نک تنها یک دوسیه بید زیاده تر 27 دوسیه کد خود الهمی پیمان نام نیف دولتی داد بینید ما وکو التزام کو الزامک سر کابینه چسباند و اوه بیا بنمای به هنده کو گشگیرترین فراوانترین پیدا چونه و حسنگاندن پروسه حکمرانی بهترین هریما کردستان دا البار جدا دا دام بشه نگم بستم ابو مرسبت نیف دولتی بی نخیر بستم اوه که حکمرانیه که باش کردستان ده هبید هوشیار بینه که باش کردستان ده هبید و همو کسی که بشد و آزادیا بشد بختور بید اوه پرنسیب رئیسی بید بوه چنده ناحیه پراکتیزی ماشیا زده تر از شی بجم سیاتر 36 کبونوید نیف دولتی که عراق باشدار حریم کردستان بیا لعنه کی پوزیتیف یا عراقی سر آسی نیف دولتی بوجه بجه کردن ریکفت نام نیف دولتی دان پیدانه که نیف دولتی خلال او خولد گشگیر اوید یو این هنه و کمکار ولات کمکار العربی هبیا و بروکسل هبیا لیکتی اوروپا و دیان کوبنوات دید نیف دولتی حریم شیا و پرنسیبت نیف دولتی گل او کار کرداری و کابینه پیشکش کرد اوادی حقیقت او گرینگ او حکومت دانستاندن که یک جار زور دست پیکر گلانی نیف دولتی مزیده ترشن بجن به کابینه 1200 معلومه و آلوگوریا زانیاری مهبیه گلانی نیف دولتی قنصلگری بین رخراوت نیف دولتی بین و دیان کساتی دید نیف دولتی ما بسته ما او که زیده تر آشنا بن با پروسه حکمرانی الهرم دا و همان وقتش دا با او تحدیات و او آستنگت بردم حکمرانی الهرم کردستان دهنه اشم بجم جماره کازور الالوگوریا زانیاریا جماره کازور کوبونه و ورکشوپ و کنفرانس و برنامه که بر فراوان راهینان می دست بکری سر آست انجمن دادوری دست بکری دکتور بریا دست بگو تو بجا خواب کن لسر اکرانان تا بحثی تا گوت پروژه که گرینگ مهیه شی که گرینگ مکریه چه بو گلای که تو بحث که پروژه ما یک گرینگ حقیقت او کو اف پلان حریمی پلان که کو راسی دا 3 سالات دا یا کفتی بار جبجه کرنه یک پیدا چونه و بوا یاساید حریمی و همار کرنا با یاسا و در کرنا یاساید نیه یا دوی جبجه کرنا و ریکوت نام نیف دولتی در کرنا ریکارت حکومی گل واقع کردستانی که بگنجد اوش پروسه که گرینگ ما دست بکری گل دام دستگاهت خواهد امنی حکومی اواسش حقیقت بابت انجمن دادوریه دستالات دادوریه که ما پروسه که گرینگ دست بکری گل انجل دستالات دادوری چون بیرا ما نچته و افریقا حکمرانی الهرم دا 3 دستالات بر پسیارتی وارد گرید البر هنده
لانه دا صلات دادوری گرنگ کو راهینان دست پی بکرید و خو گنجاندن و یا ساج دست پی بکرید گل پرنسیب نف دولتی او حقیقتشم بجم که کوریدور و هاتو چونا زانیاریا و فشار خستنا سر هر دو دا صلات دیش با هماهنگی زیادتر حکومت هرمی به کابینه دست بگیریم. دکتر بریا ناجی تو نور حکومت بولنتین هفگرتی تو المحافل نف دولتی داتا کار کی یا تو زانی چاوا جواکا نف دولتی چافدری راوش هرما کردستان کرد. هرما کردستان ل روشالات نوین دنوا کوما ولات دوره کو دگمنن ولات که وسا پروسا دموکراسی هبید دامدام دا او به هفراجیانا کو هيا و کومیناک ته حساباندن بگمان چافدری ته تکرین گلو چاوا آزادی سیاسی هيا آزادی رامانه هيا آزادی چاپمنی هيا آزادی چافدری کرنا راوشه جاریوان ری خراب نف دولتی و تایبتی اوین سر بنتین هفگرتی و کواتا دوی چارچوبی ده حتی چند این سرکتی بونه فعلا ازمونه که جداتر طاقانتر لدوری پیش کرده. اول گرینگ دائما مدگل اوید رکبریش بنشیم بجیم به آخفتنه که مهبی الفتره چویده جناب سرک وزیران و کابینه دا یکم جاره زور آشکرا زور شفاف و واضح قال بنموند قال جماره که زور روزنامه نوساتورین تخارج دانشنیت که تو زور بسان سوره که اعلامی گفتگو که کرا و دست پید کرد اما جرعت که سیاسی گرینگه چون که عمل بگوه الهرم دا عمل موقع که جغرافی جیوپولیتیک و سیاسی که گرینگ اویش اوا کم امنیت هرمه و روش پروسا چاکسازی الهرمه و تحديات البردمه و وضع مسار چوبی عراق ده او عشان بيجم او بله ما لغات يانكو زمان داتا افرو كما يدس بكري بو هندي كنتو تقلاني نف دولتي يا يو ان اجانس الدولي تبشب كه گفتگوه سه پرنسيبات تو جيب كه يا يكي او اماره دو براورد اماره ويا سه جديات و اجراءات و استراتيجيه سياسيه حكومته برهنده و ترکیز ما بیا پروژه ما گریم بیال و عویدا بنمونه آزادی را در بریم زیادت 155 کانال تلویزیونی 144 مثلا کانال رادیویی 1259 بس دیجیتالی 5 وبسایت اشم متبجم دیان و پارتی سیاسی نه دکتر پارتی سیاسی زیادتر 45 و 46 سر و دی مثلا رخراوت ما نا حکومی ما زیادتر 5400 رخراوت نا حکومی کردستان ده زیادتر 107 رخراوت نف دولتی مال کردستان هبیه بجلوه هندي خري اف حكمرانيه اف ايديا بيك بجيان الكردستان داي او برابراتيت مهن بنمونه ابريكا سر اسيا وزاره اوقاف وحتى سر اسيا ودام دزگاه دي بكو تربيه روشنبيري خوندنا بالا او بيك بجيان نك ايدي داتا و جماره جي خوي گرتي ابادي پروسه کا ديا گرين کو مال به کابینه به پیشگیری جناب سرک وزیران پرپه دایا ایش موضوع حقیقت آوارا و پنابرا بیا که اف پروسه بردوام بید ام روش بینگل به سیاست ما هی سیاست که زور نیه که ام با کمپا دا بخری 35 کمپ افروکال کردستانه یه ریوتچن عشان بجم 8% و توچی حکومت هرم تحملت کرد اف آمارا و اف داتا همو او پرنسیب دولی نم اگه تا موضوع مثلا حبس قطابیه عبی سر آوارا و پنابرا حساب کرد عشان بجم زیادتر 138 قطابخانه ما زیادتر تنبس بو آوارا 54 بو پنابر حتی افروکش افگوش ما حکومت هرم تحملوید کرد تیچوا دارایی بگیرم باور بینه ما به پرنسیب دولی آمار و داتایت ما براورد ما یا سالانه اوه همید بیت راپورت همید بیت پیدا چونوه که هلسانگاندن که جدی یا حکومت نلیره المحفل دولیش عراق شنازی پیدا کرد به پیش بله اوه جه سرنجه دکتر تبحث پرسکه گینی که مجار آواران پیتری 2 میلیون آواره ل 2014 هات بونه هرما کردستان نشد آوارین ناوراستو جریه عراق بلکو پنابرین ولاتین در دور هر کسی که لی بقامه تیت هرما کردستان بی بشگیریه که کنکریتیا بغداد و کو پیوست یا خرای نف دولتی شا اداره ویراوشی بکن ها جوی که تگوتی اداره که ویراوشی سر ملت حکومت هرما کردستان دیزفره و باجایج خلک کردستان دی لیوی که پرسه که مروی تعامل دیل که دمه که دا پرسه پنابرانه که پرسه که سیاسی گله ولاتان استفاده کرد بنمونه ترکیه گلیه که اروپا چند میلیارد دلار قازانج که نوکیجی و که ورقه زخته بکارتینی بله که وقت بر سوار خرای نف دولتی جواکا نف دولتی صبرتی وی حالو استمرو دوستی حکومت چه بود بله اما بسیار که زور جه خوده چون که از حس کم خلک کردستان آگادار بید اردن و زور ولات دی اوید اقلیمی پاره کش یا پاره مباشر و راستخو ورد گرد الولات کمک بخش اما که هرما کردستان هل سال 2010 و حتی افریقا و پیشتریش رخراوید نف دولتی بینه هیچ جور پارک و هیچ کشک پاره نقدی حکومت کردستان و نگت نرخراوه که نک ولات که کمک بخش و حتی الحکومت عراقیش
همین رخراوید نفدالتی آژانس ها جبهه گیری حکومت که بحث گوشمه خود کرد بحث گوشمه خود تایبت روزانه جیان حوالاتی خود کرد ابادی یا گرنگ از حسکم بحث بکم ما ملف دید مازن از شم بجم دست بکرید به کابینه دا بنمونه ملف یونیتات ملف ناساندن تاوان داعشه بیرا ما نچتا و 1700 شهید پیشمرگه ما شهید دای از شم بجم زدتر 11,000 بریندار افریقا مهید حین کمندامن نتیجه وی شریده زیادتر 5,000 دوسیه یاسایی مید آماده کرد با خوش کبراید مید ازیدی پیکاته دی مید دین لانی نفدالتی بریارا 1325 یا 2007 23 هفته نه 23 هفته نه 2017 او بریار بکو جناب سرک وزیران پال پشتی لیکر هرمی دا با پیدان زانیاریا با دیجیتال کردن دوکیومنت داعشه و با آلوگوریا و دوکیومنت دیاسایش گلولات سه و که اروپا افریقا هم بینین بنمونه المانیا و چند دولت دیت اروپی یه محاکمات داعش دست بید کن افزانیر بشکل وازانیا حکومت حرم راست خود تبا ولاتا امید بینه اشیم بجم وکو حرم پابند بینه که تمامتی جناب سرک وزیران بو کمالگای دولی بو معایر نف دولتی که هم آماده اینه با هر جور محاکماتا بو وطن بارد وکو داعشه هم کردستان هم در کردستان هم بجدار بین به آلوگوریا زانیاری دا ابادیا حس کم بحثی بکم زیادتر 8,000 دوکیومنت افریقا بریکا یو این یونیتات افریقا ما دیجیتالی کرین الهولیر وزارت نافخودا ما بس ما اوکو ام ببینه خدا سامان که دیجیتالی بو تاوانت نف دولتی برانبر خلق کردستان خوشکو براید میت ازیدی پیکاته دیم اودی حقیقت اوکو از شم بجام زیادتر مستمرین سر اوکو جمهوری که زور لجان الدولی حرم بیعزوت ده اندام ده افریقا باشداری حرم الوی کابینه ده سر آست نف دولتی و او گفتگویت حملانه کتنه کرن سر ریکبت نامه نف دولتی حرم باشداری که فرمی و کارایی گوتارا خواه یا فرمی اوش دستکفت که گرینگ الوی کابینه ده با باشداری عمل سیاست المتعدده یا مالتیلاترال دیپلماسی سر آست نف دولتی اما با گیاندن پیام حرمه و حکمرانی حرمه تا دکتر پیشتر که گرافیک که بویه به دهان سردان سرک وزیر کردستان به ولاتین کنداوی و ترکیه ولاتین دبره ولاتین اروپا هبونا ولاتین خودی باندورن لسر است جیانه و به دهان کنسول خانه جیل حرمه کردستان هنه مزنه برپسین ولاتان جی سردان حرمه کردستان دیدن اوه تا چند گرینگی هبا و پیوندینه دیگل بان کنسول خانو و ریوبری انکو افریق خراین دولتی که هبونا لهولیری هیا سبارتی برچاف کرنا و پرسین بله حکومت حرم کردستان نمونه که از شم بجم نکبو وینده کو دیفچون کریه سر راپورت نف دولتی از شم بجم تنها دا صلات روجالات نبراز دا کو گرینگی راپورت دولی داد گرینگی هلسنگاندن نف دولتی داد لو ما از شم بجم اف آمار البردست ماهی بگاوه نزدیک 30 راپورت نف دولتی ما دیفچون علی کری و کابینه دا دیفچون آمش آمار بیاب داتا بیاب اجراعات تاتی نگوری اودی حقا شم بجم 114 بس ما بیان نامه مشترک هبینه دولیان که ام هاورا بینه و گلک مواضیع عدا بابت داشت ما ناکوکی هبینه ما احتمام که زور یاد دایه بابت هلسنگاندن نف دولتی خوی نوه که تماما بود کن و ام وی خوی نوه تین وکو ریکاب کارتینین بو اجراعات حکومت بو هنده که حکومت شد سود لیوال بگیریم استفاده لیوال بگیریم مفاعل لیوال بگیریم بنمونه ام کو بحثی دست کفت حرمت کن سر آسین نف دولتی راپورت وزارت درباره امریکا بنمونه یا امنستی اینترنشنال هیومن رایتس واچ اشم بجم به سانسور همین او عزانیاری ما آلوگوریت گرم من ریکفتنه که نف دولتی شیعی گلوا قنصلگریا پیش اوی که راپورت خود در پیخن پیش به هنده کم زانیاریت و بلاو بنوام بروا مطمئنه که تمام بین مولانی نف دولتی های که ام آلوگوریا زانیاری ما بین مده حبید و ام بشن و راپورتا بخوینین و ام بشن سروای آسته ام بشن آلوگوریا زانیاریا اگر تحدیاتش مر پیش بید بله جیب که اینه بله برز دکتر دیندار زیباری ریخری راسپال نف دولتی الحکومت حرم کردستانی سپاس دکتر سپاس